من مصطفی چراغی از روستای جرادیل از توابع استان اردبیل آمدم اینجا برای ثبت نام کاندید بشم برای ریاست جمهوری. اگر خدا بخواهد بله میخواهم که به 4 ساختار انشالله الرحمن امنیت حاصل شود. 4 ساختار یعنی چی؟ 4 ساختار اقتصاد، اجتماع، فرهنگی و نظامی و اجتماع و نه 4 تا شد. اقتصاد، اجتماع، فرهنگی و نظامی. چقدر سواد دارید؟ تقریبا من 9 کلاس سواد دارم. بعد چند تا بچه دارید؟ حدوداً 12 تا بچه دارم. 6 نفر دختر و 6 نفر پسر. بله؟ چرا حدوداً؟ حدوداً 12 نفر میشه. دقیقاً 12 نفر هستند. دقیقاً. من شما گفتید حدوداً. نه دقیقاً 12 نفر هستند. 12 نفر هستند. مؤنث و مذکر. مؤنث و مذکر. مذکر.